دوستانی زیرک و کنجکاوم. از دیدار شما خیلی و خیلی شادم، چون همیشگی من فرهنازی کنجکاو همه شما را با پولزی سهرناک و فیرمای غریادی خود با سیاحتی جالب و عجیب دعوت میکنم. شما آماده اید؟ خیلی خوب، پس میرویم. برای یافتن قهرمانی برنامه امروزمون شما رو میباید تا تنها با یک سوال جواب گردانید. راضیید؟ پس گوش کنید. قهرمانی برنامه امروزمون خیلی از همه نزدیکترین خربوزه می باشد. شما فهمیدید که سخن درباره چی می رود؟ البته یافتید، این تربوز است. تربوزی چرکنجه این در حقیقت هم وجود دارد، ولی این نمودی تربوزها در اصل چنین نیستند. برای چنین شکل را گرفتن کشاورزان هنگام خرد بودن تربوز گردی آنها را با شیشه مخصوصی چرکنجه محکم میکنند. هنگامی که تربوز کلان شدن میگیرد شکلش هم چرکنجه میشود. اگر شما نیز در بازار و مغازه ها تربوزی چرکنجه را بینید پس حیران نشوید. من هم باید در پولزم تربوزی چرکنجه رو پرورش کنم. خیلی شوق‌آور و عجیب می شود. همین طور نه؟ بچه ها، اگر ما ماشین وقت می داشتیم و با اون به 1000 سال پیش به بیابان کلاخری می رفتیم، در اونجا حتما به جستجوی تربوز مشغول می شدیم. ولی می ترسم که طعم تربوز تاریخی تماما به شما پسند نمی اومد، زیرا اون طعمی تند و حجمی خردکک به مانند افریسون داشت. خوشبختانه با شرافت اگرونوم ها و فرمرها تربوز تند و خردکک به شیرینی دوست داشته جهانی تبدیل یافته است. حاضر باشد ما و شما درباره دیگر نمودهای آن به خود معلومات خواهیم گرفت. با دقت باشید. تربوز در هوای گرم به ما ساقینی را فراهم می آورد و در تیر ماه باشد تابستان را به خاطر می آورد. تربوز این رستنی پولزی می باشد، یعنی در پولز می روید. در پولز نه تنها تربوز بلکه کدو و خربوزه نیز می روید. همش برای آن است که رستنی های پولزی ریشه مستحکم دارند که این ریشه ها به رستنی برای کشیدن نمی کمک می رسانند. تربوز یکی از قدیم ترین رستنی های روی زمین به شمار می رود. می گویند که هنوز 4000 سال پیش مردم افریقا تربوز وحشی را استعمال می نمودند. آن تربوزها را برای آن تربوز وحشی نمی نامیدند که آنها در جامعه رفتاری خوب نداشتند، بلکه برای آنها وحشی نامیده می شدند که آنها را کسی نمی شناند، ولی آنها خود از خود می سبزیدند، یعنی خودروی بودند. اگر شما تربوز وحشی را می دیدید باوری دارم که آن را نمی شناختید، زیرا آن خردکک با طعمی تند بود. محض همین گونه تربوز را مصریان قدیم دریافت نموده بودند و پس از چند آنها توانستند تا حاصل آنها را خوب گردانند. آدمان تخمین میکنند که تربوز با همراه سوداگران قدیم به اروپا وارد گشته است. آنها تربوز و خربوزه را نه تنها همچون مال بلکه همچون ذخیره آب و غذا با خود میگرفتند. همش برای آن است که 90% تربوز از آب تشکیل یافته است. در وطن ما نیز نوع‌های گوناگونی تربوز به مانند تربوز قمسنگیر، وحش، مسچاه و دیگر نمودها موجودند. تربوزهای کشور ما را به دو نوع دیگر، یعنی استرخانی و لالمی جدا می‌کنند. پوستاخ تربوز استرخانی از دو رنگ تشکیل یافته است، یعنی رنگ سبزی روشن و تاریک. پوستاخ تربوزی لالمی باشد رنگ سبزی بلند را دارد، ولی نوابسته به رنگ و شکل و نمود تربوزها خیلی بولذت و فایده آور می باشند و از آنها خوردنی های گوناگون را آماده نمودن ممکن است. از آن مربا و شربت و خوردنی ها و آرایشات های گوناگون را برای دسترخوان آماده می نمایند که واقعا هم بولذت می باشند. بچه ها، آیا شما میدونید که تربوز را نه تنها در شکل تر و تازه بلکه مربای آن را نیز استعمال نمودن ممکن است؟ راستش رو گویم اگر من تا حال مربای از تربوز آماده میشده را نچشیدم، ولی تربوزی تر و تازه را بی‌نهایت دوست می‌دارم و از خوردنش قریب که سری ندارم. باوری دارم که نفرانی به مثل من خیلی زیادند، زیرا تربوز به مثل خویش نزدیک خود خربوزه خیلی بولذت است و بوی خوش نیز دارد.
чуне ки ба мо маълум гашт, тарбуз ҳаҷм, ранг ва шаклҳои гуногун дошта метавонад, вале новобаста ба ҳаҷму шакл он хусусиятҳои шифобахши худро гум намекунад. ҳамин тавр неам аки духтур? سلام دوستو یکان، از واخوری با شما خیلی شادم. میخواهید درباره ویتامین های تربوز به خود معلومات پیدا کنید. پس با دقت گوش کنید. در زیر پوست لاخی قفس تربوز ویتامین های A, B و S پنهان شدند. غیر از این تربوز تشنگی را خیلی زود رفع میکند. به مثل استکانی آب. این حیرت آور نیست، زیرا آن قریب پر از آب تشکیل یافته است. محض از این رو تربوز را در افریقا چاه آب می نامند و این چنین غیر از تربوز تنها شکلات امکان دارد تا طبع شما را خوش گرداند. قید کردن به مورد است که استعمال تربوز برای تازه نمودن سنگ گرده کمک می رساند و باید گویم که ویتامین ها نه تنها در میوه سرخ بلکه در دانک و حتی پوستلاخی تربوز نیز جایگیر شدند. از این رو بچه های عزیز تربوز را استعمال نموده بردم و سالم گردید تا واخوری های آینده. من هم از این پس تشنگی شدم تربوز رو استعمال میکنم، ولی به فکر من اگر ما تربوز رو خودمون پرورش نموده استعمال کنیم طعم اون باز هم با لذت تر می شود. شما با این فکر من راضیید؟ خیلی خوب، پس چرا انتظارید؟ بیایید با کار شروع میکنیم. تربوز تنها در هوای گرم می سبزد. از این رو تخم آن را تنها در آخرهای ماه مای و اول ماه ایون می کارند. حرارت هوا نباید از 20-25 درجه پایین باشد وگرنه تربوز ما را سرما می زند. برای شنیدن تربوز باید زمینی از همه آفتابی و بلند را انتخاب نماییم. زمین را شدگار نموده با آن نوری‌های مینرالی را می ریزیم. در زمین یک چند چوقوری کوفته به داخل آنها تخمی تربوز را گذاشته به آنها آب می ریزیم. مسافت بین هر یک چوقوری باید نه کم از 70 سانتی متر را تشکیل نماید. تا اینکه تربوزها زودتر سبزند ما بالای جویک را با پلی‌اتیلن می پوشانیم. پس از یک هفته تخمی نیش می زند. هنگامی که سبزه تربوز به 40 سانتی متر می رسد آن را با پنجره سخت می بندیم. هفته یک مرتبه به آنها آب دادن لازم است. پس از 3 هفته تربوز گل می کند. هنگامی که در جای گل ها تربوزچه های خردک پیدا می شوند برگ و پایه های زیادتی را می بریم. البته در ماه سپتامبر ما می توانیم از لذت ناتکراری تربوز پرورش نموده امان بهره بریم. اکنون ما شما طرز پرورش نمودن تربوز را نیز یاد گرفتیم. همین طور نه؟ هنگامی که شما تربوز رو از بازار خریده به خانه میارید دارم همه اون رو نخورید. من با شما توصیه میدهم که کمیش رو برای آشپزی با مهارت برنامه باقی گذارید، زیرا آشپزی ما از تربوز خوردنی و آرایشات‌های گوناگون رو آماده میکند که واقعا هم باعزتند. باور ندارید؟ پس خودتان تماشا کنید. عزیز، شما می توانید در هر برنامه با کار آشپزی با مهارت ما دقت داده برای خود و اهل عائلتان آماده نمودن باز خوراک و خورش دیگری را آموزید. حالا باشد بیایید یک بخش نهایت عجیبی برنامه را تماشا میکنیم. کنی با من گویید که نام این بخش چیست؟ البته این بخش دلیل های عجیب است. خوب بیایید یک جای تماشا میکنیم.
шояд шумо бовар накунед, вале бештари деҳқонону боғбонон тарбузро меванею сабзавот мешуморанд, зеро он дар як вақт бо сабзавотҳои тобистона аз ҷумла нахуди сабз ва ҷувори макка мерӯяд. ҳамаи мо танҳо мағзи тарбузро истеъмол мекунем, вале дар асл на танҳо мағз, балки пӯстлохи он низ хурданбоб аст. дар хитои пӯстлохи тарбузро бирён мекунанд, меҷӯшонанд ва ҳатто дар тафдон низ мепазанд. оё шумо медонед ки тарбуз дар организм пайдо шудани бемории саратонро пешгирӣ менамояд? ба ин бовар кардан душвор аст, вале соли 2013 дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико деҳқон бо номи Крис Кент тарбузи аз ҳама калонтаринро парвариш намуд, ки вазни он ба 159 килограмм мерасад. ин тарбузро ба китоби рекордҳои ҷаҳонии Гиннес ворид намуданд. далелҳои аҷиби имрӯза ба шумо писанд омад? ба ман ҳам. акнун чашмҳову гӯшҳоятонро омода намуда бодиққат бошед, зеро чун шумораҳои гузаштаи барнома шуморо бозӣ, аниқтараш мисоли математикӣ бо истифода аз тарбуз интизор аст. аз ин рӯ бодиққат будану аз калон солон кӯмак пурсиданро фаромӯш насозед. шумо метавонед ҷавобҳои худро ба сомонаи телевизиони Баҳористон www.tayyobe.tj ва ё ба почтаи электронии мо, ки айни замон дар экранҳои худ дида истодаед, равон намоед ва мо ҳатман номи шуморо дар барнома зикр хоҳем кард. дӯстони зираку кунҷковам, дар ҳамин ҷо саёҳати имрӯзаи мо ба шоягарии тарбуз ба охир мерасад. вале акнун мо ва шумо дар бораи намудҳои гуногуни тарбуз ва витаминҳои таркиби он маълумот дорем. ҳоло бошад, ман ба ҷустуҷӯи маълумотҳои ҷолибу таърихӣ меравам. то дидори навбатӣ дар Полези сеҳрноку фирмаи ғайриоддии ман. бачаҳо, хайр!